انقلاب مردم ایران برای رهایی ظلم جمهوری اسلامی تموم نشده. ظلم و وقاحت این رژیم هم از قبل کمتر نشده. ما اعدام ها، کشتار و چشمای جوونامون رو فراموش نکردیم. ما 44 سال غارت کشورمون و تجاوز و کثافتکاری کسایی که مدعی دین و دینداری بودن رو فراموش نکردیم. ما خفت و نداشتن حقوق اولیه انسانیمون رو فراموش نکردیم. ما سختی‌ها، گرسنگی، گرونی و بی‌اعتباریمون تو دنیا رو فراموش نکردیم. ما خوب میدونیم که حتی اگه همه دنیا هم با دشمنای مردم ایران باشن، تنها راه رهایی و چیزی که همه نقشه ها و تبانی ها رو به هم میزنه همت خودمونه. متحد، پر جمعیت و همدل و همراه بلند میشیم و آزادی ایرانمون رو فریاد میزنیم. این بار بزرگتر، بیشتر و کوبنده تر از قبل. سال روز کشتن مهسا در سراسر ایران تو میدونای اصلی شهرها جمع میشیم و اقتدار پوشالیشون رو سرشون خراب میکنیم. ما فراموش نکردیم و نمیکنیم. ما ایرانمون از شیادایی که اشغالش کردن پس میگیریم. ما مردم ایران متحد و یک دست، فارغ از هر حزب و گروه، برای ایران، برای زن، زندگی و آزادی، همه در یک روز 25 شهریور ماه مصادف با 16 سپتامبر در ایران و 4 گوشه جهان در شهرهای مختلف گرد هم خواهیم اومد و فضا رو طنین انداز فریادهای دشمن شکنمون خواهیم کرد. درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مردهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای درآورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.
با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین، درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. با کمال تأسف روز گذشته عده‌ای از همرزمان دوستان به من خبر دادن که شوربختانه جناب دکتر حسن رهنوردی چشم از جهان فرو بستند و یکی دیگر از میهن پرستان راستین، یکی دیگر از همرزمان عزیزمون رو با کمال تأسف در غربت از دست دادیم. این مصیبت رو، این واقعه دردناک رو به همه میهن پرستان تسلیت عرض میکنم و خیلی هم من واقعا میگم خیلی ناراحت شدم، چون ما همیشه دکتر حسن رهنوردی رو در وهله اول به چشم یک ورزشکار نگاه میکردیم و میکنیم و افتخار داشتم چند بار در همین سنگر ایران آریایی روزای نوروز بود، 2 بار که تشریف آوردن به استودیو در کنار جناب آقای آریان وطنخواه و بنده افتخار داشتم با ایشون از این فاصله دور گفتگو کردم که واقعا باعث افتخارم بود. چند سال پیش قبل از اینکه من به ایران آریایی بیامم یک بار افتخار گفتگو با ایشون رو در پلتاک داشتم، مصاحبه بود. چقدر با حوصله و نه اینکه من رهنوردی هستم، من دکتر رهنوردی سناتور فلان، نه، اینقدر همون مرام ورزشکاری که من وقتی به ایشون عرض کردم که معرفی کردم که جناب دکتر حسن رهنوردی مهمان گرامی برنامه هستن، بود نه آقا به همون رهنوردی رو بگید. در حال روانشون شاد و یادشون همیشه گرامی. تسلیت میگم به تمام وزنه‌برداران، به جامعه ورزشی ایران که جناب دکتر حسن رهنوردی سالیان سال قهرمان وزنه‌برداری ایران بودن در سنگین وزن و مدال آفرین بودن در المپیک‌های گوناگون شرکت کردن. یک کلیپی رو خیلی سریع درست کردم، تقدیم حضورتون خواهیم کرد. به هر حال دنیاست دیگه، به هیچ کس وفا نمیکنه و همه ما مسافریم. خدا کنه هممون اینو بفهمیم که میایم که بریم. ما همش خیال میکنیم اومدیم که بمونیم، نه، این دنیا یک مسافرخونه است. اینجا ما مسافریم، میایم توی این مسافرخونه، هر کی توی اتاقی بیتوته میکنه و مجبوریم که این اتاقها رو ترک بکنیم، بدیم به مسافر بعدی. و حالا خدا رو شکر ما آدما میایم که بریم، نمیایم که بمونیم. اگر قرار بود بیایم و بدونیم که دیگه ما موندنی شدیم، فکر میکنم در همون دوران انسان‌های نخستین ما این کره زمین رو از بین میبردیم. به هر حال تسلیت میگم به بازماندگانشون، عزیزانشون. امیدوارم غم آخرشون باشه، ما رو در غم خودتون شریک بدونید. به همه همرزمانمون در سنگر ایران آریایی که جناب رهنوردی یک مهره سنگین و یک شخصیت بسیار مهمی در سنگر ایران آریایی بودن که من شخصا باعث افتخارم بود در جایی هستم که نام دکتر حسن رهنوردی در این سنگر هست. چند بار من دکتر حسن رهنوردی رو خیلی بچه بودم تو ایران افتخار داشتم در استودیو آریامهر و امجدیه بر حسب تصادف دیدم، نمیشناختم چون ایشون به دوران ما نخورده بودن و یادم میاد اولین بار در استودیو امجدیه بود که پدرم، من به اتفاق پدرم رفته بودیم به اصطلاح اون زیر جایگاه نشسته بودیم، یه بازی داشت تیم فوتبال پیکان که
تازه این تیم درست شده بود، شاهینی‌های قدیم منحل شده بود و چه داستانی بود و بعد اینا اومده بودن تو تیم پیکان. خیلی من بچه بودم، یه صحنه‌های یادمه. بعد پدر من بودم به اتفاق دایم و پدرم گفتش که اون آقا رو می‌بینید اونجا، اون حسن رهنوردی قهرمان وزنه‌برداریه. و سالها بعد، چندین سال بعد، در بازی‌های المپیک آسیایی تهران 1974 بازم من با اتفاق زنده‌یاد پدرم در استادیوم آریامهر زیر جایگاه بودیم که عرض کنم مجدداً دیگه اینو قشنگ خودم یادمه که پدرم به من گفتش که نگاه کن آقای رهنوردی، ایشون یه روزی قهرمان وزنه‌برداری بودن، یک مرد بسیار تنومند، فوق‌العاده شیک پوش و واقعا دکتر حسن رهنوردی خیلی شیک پوش بود، خیلی لباس پوش بود، چه اسپورت چه لباس رسمی. انسان بسیار شیک پوشی بودن، به لباس پوشیدنشون خیلی میرسیدن و انسان بسیار زیبارو و تا همین لحظات آخر واقعا اون چهره زیبای خودشون رو که دلیل اصلیش واقعا حالا بجز که یک مرد خوشنیتی بودن، مردی بودن که برای همه خوب میخواستن و دست خیلی آرام گرفتن، به ویژه در ورزش ایران. ولی بجز این قلب پاکشون اساساً ایشون به دلیل همون ورزشکاریشون و اینکه خب اهل مشروب و سیگاری رو نبودن، چهره خودشون خیلی خوب نگه داشته بودن. و حال در استادیوم آریامهرم ایشونو یه بار دیگه من دیدم، زیارتشون کردیم. البته نه که صحبت کنیم، از راه دور پدرم نشون داد و یکی دو بارم یا دو سه بارم در استادیوم 12,000 نفری سرپوشیده آریامهر که مسابقات قهرمانی کشور یا مسابقات آسیایی یا مسابقات جهانی بود، عرض کنم ایشون حضور داشتن، نه دیگه به عنوان یک ورزشکار بلکه به عنوان یکی از مسئولین ورزشی و بعدم نماینده مجلس شورای ملی و بعدم که ایشون از مجلس سنا راه پیدا کردن و آخرین مقامی که داشتن در ایران اگر اشتباه نکنم استاندار استان یزد بودن که این آخونده قدوسی یکی از کسانی بود که خیلی دنبال این بود که دکتر حسن رهنوردی رو پاشو به اعدام بکشه. به هر حال مرد بسیار تحصیل کرده، خیلی خیلی میهم پرست، عاشق ایران و واقعا یک آریایی اصیل بودن. هیچگاه به دشمنان ایران باج ندادن، هیچگاه در برابر ظلم سر تعظیم فرود نیاوردن. اون مرام ورزشکاری خودشون، پهلوانی خودشون رو همیشه حفظ کردن، همیشه با قدرت بر سر مواضع خودشون ایستادن، از ایران دفاع کردن، از پادشاهی پهلوی دفاع کردن و با کمال تأسف وقتی این انسان‌های بزرگ از بین ما میرن، از بین ما مشروطه خواها، دیگه جایگزینی ندارن. همونطور که مثلا شما میبینید دکتر فریدون فرخزاد جایگزینی نداره، دیگه کسی نمیتونه بشه جاویدنام فرخزاد، کسی نمیتونه بشه زنده یاد دکتر جناب دکتر حسن رهنوردی، کسی دیگه نمیتونه بشه استاد رضا فاضلی، استاد مانوک خدابخشیان که بسیار مرد باسواد و کتابخونی بودن، یا استاد تورج فرازمند یا استاد شمشیری یا خیلی دیگر از عزیزانی که به روز سور اسرافی، حالا با بعضیشون یه اختلافات سلیقه‌ای داشتیم ما، ولی دیگه در نهایت همرزمان ما بودن، مشروطه خواه بودن، میهن پرست بودن، شاه پرست بودن و دیگه اینا جایگزینی ندارن. مثل استاد پرویز اصلانی عزیز که من خدا رو شکر افتخار داشتم با خیلی از این عزیزان حداقلش تلفنی صحبت کردم و تعداد زیادشون هم از نزدیک افتخار داشتم که در کنارشون بودم، حضوراً دیدمشون، دستشون رو بوسیدم و افتخار شاگردشون رو داشتم. هنوزم با افتخار میگم که شاگرد تمام این بزرگان بودم و هستم و خواهم بود و روان همه عزیزانی که برای بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی زحمت کشیدن، دفاع کردن، از جانشون، از مالشون، از زندگیشون گذاشتن. دکتر حسن رهنوردی هم میتونست در ایران بشه مثل عده‌ای که خودفروش شدن، رفتن پیش خمینی نشستن و گفتن که برای ما سرود بساز، ما میخوایم بریم المپیک، سرود نداریم، و رفتن شدن نوکر آخوند
و درسته تو دهنی خوردن، ولی بعضیاشون انقدر به نوکری و جیره‌خواری، به قول شما نسل جوان پاچه‌خواری ادامه دادن که به پست و مقامم رسیدن، به آب و علوفه‌ای که آخوند ریخت جلوشون رسیدن. ولی دکتر حسن رهنوردی نه، به فرقه تبهکاران نگفت، اومد از ایران بیرون با چه مشکلاتی، مثل همه ایرانیایی که از ایران اومدن بیرون، حالا بعضیا 2000 کمتر، بعضیا 2000 بیشتر، ولی به هر حال غربته. تا شما بخوای به اینجا جا بیفتی و پاسو بگیری و یه سر سامونی خود بدی، یه چند سالی از زندگی تلف میشه بی دلیل. و ایشون هم مثل همه ایرانی‌ها اومدن و ولی نرفتن یه گوشه مثل خیلی از ورزشکاران، خیلی از کسانی که در ایران صاحب منصب بودن. به هر حال ما بچه‌هایی که میرفتیم استادیوم اینا رو میشناختیم، خیلی از فوتبالیست‌ها، وزنه‌بردارا، کشتیگیرا، والیبالیست‌ها، چه زن چه مرد، رفتن توی یه سوراخی پنهان شدن. خیلی از هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها، انسان‌هایی که به هر حال مطرح بودن تو جامعه ایرانی، من میتونم الان فی‌البداهه اسم 100 تاشون رو بیارم، رفتن کانادا، در همین آلمان، در هلند، عرض کنم بلژیک، سوئیس، سوئد، پنهان شدن، در انگلیس، در پاریس داریم، تعداد زیادی داریم، در همون امریکا داریم. و تو گویی که اصلا انگار نه انگار اینا روزی عکساشون روی مجلات ایران بود، روزی مردم به اینا به اصطلاح به چشم یک آدمای معروفی نگاه می‌کردن و گفتن گور پدر ایران، و هنوزم منتظرن که اگه یه روزی فرقه تبهکاران بره اینا برگردن و مردم بگن به به این همون شلیه، این همون نمیدونم سلیه، این فلونیه، این مثلا همون هنرپیشه بود. نه، این نسل انقدر هوشیاره که بد و خوب تشخیص میده. به هر حال به همه همیهنان، به همه میهن پرستان، به همه مبارزین این فقدان رو تسلیت عرض میکنم. من واقعا میگم دلم خیلی سوخت. من اساسا وقتی یه ورزشکاری از پیش ما میره، یاد اون دوران و یاد که رو سکوی سرد و داغ آریامه رو امجدیه می نشستیم و این بزرگان رو تشویق میکردیم، یا اینا در کسوت مربی بودن، سرپرست بودن. به هر حال یه خاطراتی تو ذهنمون هست، خیلی متاثر میشم. روانشون شاد، یادشون گرامی، و امیدواریم که بتونیم همه عزیزان رو برگردونیم به خاک ایران، در اون خاکی به خاک سپرده بشن که برای اون خاک جنگیدن، مبارزه کردن. از جناب مهندس خواهش میکنم لطف و محبت بفرمایید جناب مهندس فرمایشات اعلیحضرت رو پخش کنید، بیاییم و بعد اون کلیپ دکتر حسن رهنوردی رو. سپاس از شما. آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و 1 سالگی انقلاب زن، زندگی آزادی، پیغامتون به مردم. پیغام من به همیهنانم این استش که علیرغم تمام مشکلات، تمام سرکوب‌ها، تمام خشونت‌ها، تمام تهدیدها، تمام تحقیرها، بدونن که این سنگری است که نبایستی رها کرد و بایستی خیابون‌ها رو نگه دارن، چون بالاخره اون زمان خواهد رسید برای تغییر. و چیزی که من به خصوص در نسل امروز می‌بینم استقامتشونه در مقابل تمام این تهدیدها و این بزرگترین ضربه است به خود این نظام که همیشه سعی کرده روحیه رو از بین ببره، خرد بکنه و خوشبختانه مقاومت رو در همیهنان هم میبینم. و بنابراین این سالگرد بسیار مسئله مهمی است که به خودمون و به جهانیان ثابت کنیم که مردم ایران کجا وایستادن. توجه توجه، فرمان ملوکانه پادشاه ایران اعلی حضرت همایون شاهنشاه سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم پادشاه ایران می‌فرمایند زادروز قهرمان سربلند وطن مجید رضا رهنورد است و ایرانیان آزادیخواه و میهن دوست یاد او را در سراسر جهان گرامی می‌دارند. زادروز مجید رضا را به شروع کارزاری 3 ماهه بدل کنیم و با برنامه ریزی، سازماندهی و همبستگی بیشتر آماده اعتراضات و اعتصابات در سال روز جاودانه شدن مهسا امینی شویم. زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی.
امروز فرمان شاه داریم، حکم قیام داریم. انقلاب مردم ایران برای رهایی از ظلم جمهوری. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. اما خیلی از بچه ها برای من پیام فرستادن، یادم رفت بچه های عزیز نقاشیاتون پخش میشه. دوست از بچه های عزیزمون هم از ایران برامون پیام فرستادن، پیام ها رو هم خواستم تیکه تیکه پخش کنم که به دستور کوچولوهای عزیز گفتن که نه همه رو پخش کنید. امورزا بودم چشم، همه رو پخش میکنم و پیام ها انقدر زیباست که حالا از برخی از همرزمانم خواهش میکنم این پیام ها رو که مناسبت داره به خاطر جریان 25 شهریور و این کوچولوهای عزیز ما، این کوچولوهای میهن پرست ما، ایران سازان آینده که این پیام ها رو دادن، خواهش میکنم که مجددا در صورت تمایل پخش کنید. ممنونتون هستم. و همچنین نقاشیاتون که پخش خواهد شد. بچه ها برای من پیام فرستادید که بیشتر در مورد این جریان 25 شهریور بگیم. بله حتما عرض کردم که تا هفته آینده تمام برنامه من سرباز اختصاص داره به این جریان 25 شهریور و بازم تاکید میکنم که اون بخشی که هنوز به فکر این هستید که از پشت پنجره ها با تلفناتون فیلم برداری کنید و از اونجا، چون دیدیم دیگه این صحنه ها رو دیدیم، به قول معروف هممون دیگه آب دیده شدیم و این تمریناتو که کردیم دیگه میتونیم پیش بینی بکنیم. از پشت پنجره ها از اون بالا وای نسید بگید که وای 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 مامان نگاه کن داره میزنتش، وای 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 جوونه رو زدن، آخ گرفتن بردنش. نه، این کار دور از اخلاقه. من که همینجا نشستم خدمتون، میخواید حالا حرفمو قبول کنید یا نه، من حرف دلمو راحت میزنم و چیزی رو پنهان نمیذارم که به خودم بدهکار بشم، چون هیچ چیزی بدتر از این نیست که آدم به خودش بدهکار بشه. شما برو $1,000,000 به بانک بدهکار شو، حالا یا میدی یا نمیدی، به هر حال بانک دیگه، ولی به بانک دلت بدهکار نشو، به وجدانت بدهکار نشو، چون بعد از یه مدتی اعلام ورشکسته میکنی و اون بانک یقت رو ول میکنه و تا آخر عمرت هیچ کس دیگه باید اعتبار مالی نمیده. خب نده، ولی وجدان وقتی گریبانتو بگیره دیگه تا آخر عمرت ولت نمیکنه. چپ میری راست میگی میتونستم بگم نگفتم، میخواستم بگم نگفتم، میخواستم این کارو بکنم نکردم، و این میخواستم بکنم میخواستم بگم نکردم، این تا آخر عمر دلت نمیکنه. بنابراین من حرفمو راحت به همه شما عزیزان میزنم. خود من که اینجا خدمتتون نشستم بدون تعارف با قدرتم میگم و با شرمندگی، متاسفم که من در ایران نیستم، متاسفم که تو خیابونا نیستم، متاسفم که من در کنار شما نیستم. نه تنها متاسفم بلکه خیلی بدم میاد از خودم که بشینم اینجا توقع داشته باشم تو بیای تو خیابون کتک بخوری، ساچمه بخوری، بگیرم ببرن زندان، تجاوز بهت بکنم. دیدیم دیگه عکس‌ها رو دیدیم که من به بچه‌ام میگم نفرستید، من واقعا نمیتونم این عکس‌ها رو ببینم. هیچ وقتم خودم دیدید پخش نکردم. دختر مردم، پسر مردم زدن چه شکور کردن، 20 تا 30 تا 50 تا ساچمه خورده تو شکمش، تو پشتش. خب بعد من برگردم تی سوار هواپیما بشم بیام ایران بگم که من بعجوری مبارزه کردم. نه، من مبارزه نکردم، من فقط حرف مفت زدم بدون تعارف، کاری نکردم. من مبارزه رو شما دارید میکنید تو ایران. بنابراین شما که تو ایران هستید، اگر نشستید پای پنجره ها، پای تلویزیون ها که آخ نگاه کن اینو زدن اونو زدن، این کار بدور از اخلاقه. من نمیگم بیای تو خیابونا نیاد، همینطوری همچنان بی تفاوت بمونید، همچنان هم چیزی که میگن قشر خاکستری، چون حالا از این لغتایی که در آوردن، من بهتون میگم آدمای بی تفاوت. اگر در همون تهران، ما به طور مثال عرض میکنم، ما فرض کنیم 10 میلیون جمعیت داریم تو تهران،
اگر در یک روز 10 میلیون تهرانی 1 لیوان آب مصرفش رو کم کنه، 1 لیوان آب به طور مثال، 10 میلیون لیتر، حالا بگیم یه لیوان و ما 1 لیتر مثلا فرض کنیم، 10 میلیون لیتر در یک روز آب ذخیره میشه. یه دقیقه بشین فکر کن. میدونم میخندید چون متاسفانه فرهنگ جامعه ما خیلی پایینه. من میگم فرهنگ جامعه ما، نه که شما بی فرهنگید من با فرهنگ ما، نه، جامعه ما، منم ایرانی هستم، فرقی نمیکنه. فرهنگ جامعه ایرانی خیلی پایینه. تو این آلمان چند سال پیش، یادم واقعا نیست چه سالی، اعلام کردن که یک روز تمام شهرهای آلمان به ترتیب، مثلا یه روز از ساعت 8 تا 12 شب فرانکفورت، فردا مثلا هامبورگ، پس فردا مونیخ، هر روز یکی از شهرهای بزرگ آلمان، 4 ساعت از 8 شب تا 12 ظهر، اونم نه همه جای شهر، خیابانهای فرعی، کوچه ها، برقاش باید قطع بشه و فقط یک بار این کار اتفاق میفته. و خیلی بر من جالب بود. اتفاقا من توی شهر اسن که زندگی میکردم، همون خیابونی که من زندگی میکردم از بهترین خیابونای شهر اسن بود، خیابون روتنشاید اشته. عرض کنم همون کوچه برقاش رفت. من روی آپارتمان داشتم، بالکن داشت، وقتی نگاه کردم دیدم برای اولین بار بود من تو آلمان تاریکی رو حس کردم. واقعا تاریک شده بود تمام کوچه بسیار بزرگی هم بود. عرض کنم و هیچ کس اعتراض نکرد، هیچ کس نیومد به که یعنی چی و فلان. و حالا جالب کجاست، فقط قرار بوده کوچه ها اینطوری بشه، خود مردم، من شاهدم، خود مردم چراغاشون رو خاموش کردن تو خونه هاشون، با حداقل چراغ زندگی میکنن. باورتون میشه که خیلی از مردم شمع روشن کردن، تلویزیوناشون روشن بود، یه چراغ خیلی کوچیک هم تو آشپزخونهشون روشن بود که یه جای نوری بیاد، ولی فردا شدن شمع روشن کردن تو اتاقشون، تو آشپزخونهشون، تو دستشوییشون، عرض کنم شمع روشن کرده بودن. و این هماهنگی و همدلی و همون اتحادی که همیشه معروفن آلمانی‌ها، اتحاد آلمان، و ما متاسفانه این فرهنگ رو نداریم. با کمال تأسف یک روزی ما هم صاحب این فرهنگ خواهیم شد، ولی من فکر نمی‌کنم به سن من برسه. خدا کنه من یه بار ببینم اون صحنه رو و منم شاهد این موضوع باشم. حالا اینایی که خدمتتون عرض میکنم، فقط نگاه نکنید کی تو خیابونه. اون کسی که تو خیابونه اونم مثل تو جونش رو دوست داره، اونم مادر داره، پدر داره، زن داره، دوست دختر داره، دوست پسر داره، اونم یه عزیزی رو داره که چشم انتظارش برگره بیاد خونه، ولی اون به این نیت رفته که دیگه بر نگرده خونه. 10 میلیون جمعیت بیشتر داره تهران. اصلا هیچ احتیاجی ما به اهواز، شیراز، اصفهان، تبریز، آبادان، ما هیچ احتیاجی به شهر دیگه نداریم. تمام شهرهای ایران چشم امیدشون به تهرانه که متاسفانه با کمال تأسف این تهران شده 72 ملت و شطور با بارش گم میشه، سگ میزنه، گربه میرقصه. اصلا یه افتضاحی شده، هم از نظر ساختار شهری، هم از نظر شکل و شمایل مردم، هم از همه چی. اون خیابونهای زیبا، اون پارکهای قشنگ شده لبو فروشی، دست فروشی، بعد لهجه های مختلف. مثلا یارو پشتونه، اون یکی معلوم نیست از کجا اومده، مثلا کراچی اومده، یکی اون از اون ور یمن اومده، مثلا یه جوری صحبت میکنن تو میگی اینا کیان، اینا اینجا اصلا چه کار حسنن اینجا. زنان نگونبخت ایرانی رو به فقر کشیدن، با اینا ازدواج کردن، بهشون شناسنامه دادن. یعنی یه اوضاع، ولی به هر حال هستن هنوز تهرانی هایی که حالا نه حتما بچه خود تهران باشه، تو تهران متولد شده باشه، به هر حال هستن کسانی که حداقل 20 سال سابقه زندگی در تهران رو دارن و راه و روش زندگی در تهران رو که تفاوت داره با همه شهرهای دیگر ایران. حالا این یک قانونی در همه کشورهای جهان، مثلا نوع زندگی در برلین، در پاریس، در لندن، در واشنگتن با نوع زندگی در سایر شهرها تفاوت داره، چون کنسولگری ها اونجاست، سفارتخونه ها اونجاست، وزارتخونه ها اونجاست، یه حالت دیگری داره. این بنا به برتری اون شهر نیست، فقط به این خاطری که اونجا
مرکز اون کشوره، وگرنه صحبت بر سر این نیست که همه میگن که ما بچه تهرونی ها نقل و کلچه بخش نمیکنن، ما همون ایرانی هستیم. بنابراین اگر از پشت پنجره ها نگاه کنید، من بهتون قول میدم اون بچه ها کتک خواهند خورد، اون بچه ها زخمی خواهند شد، اون بچه ها کشته خواهند شد، اون بچه ها دستگیر خواهند شد، اون بچه ها چش و چالشون کور خواهد شد، اون بچه ها رو میگیرن 4-5 روز دیگه ساکت میشه و تویی که از پشت پنجره نشستی و میگی مامان نگاه کن، بابا نگاه کن، آخ جوونه رو زدن، آخ دختره رو نگاه موهاشو دارن میکشن، تویی که امروز داری با بدبختی میری دانشگاه، میبینی مادرت پدرت با چه بیچارگی با چه بدبختی دارن برای تو زحمت میکشن، هم تو هم پدرت هم مادرت هم برادرت هم خواهرت از این بدبخت‌تر خواهید شد. یعنی امروز که شما میری یه نونو میخری 10,000 تومان، این جنبش سرکوب بشه اون نونو به دولت میده 30,000 تومان. همین فرقه تبهکاران بیشتر بهتون فشار میارن، بیشتر شلاقتون میزنن، بیشتر شما رو زجرتون میدن، چون شما اومدی بزنی تو دک و پوز رژیمو ببری، این رژیم موفق شده که شما رو سرکوب کنه نره، خب هرسی میشه دیگه، زخمی میشه. چرا میگن سر ما رو باید زد؟ شما اگه دم ما رو بزنی زخمی بشه ولت نمیکنه، تا هر جا بری میخزه میاد نیششو بهت میزنه. اینا مارن، البته دور از جون مار. شما اومدید یه رژیمی رو دارید میزنید در به داغونش بکنید که این رژیم نابود بشه بره، خب وقتی نمیره میمونه سر جاش، میاد انتقام میگیره، میگه رأیی که به ما نمیاد بدید، صندوقا هم که خالی میذارید، فوش خواهر مادرم که ما میدیم، رو خطم میرید و به پادشاهتون ادای احترام میکنید و ابراز احساسات میکنید. خب اینا از چشم من آخوند دور نمیمونه. خیال نکنید ما نمیفهمیم شاه شما میاد تو تلویزیون من و تو وقتی میرید اونطوری قربون صدقش میرید. فقط این نیست که شما دارید قربون صدقه شاهتون میری، این قربون صدقه رفتن یعنی 100,000 تا فوش خواهر مادرم دارید به ما میدید. ما اینا رو میفهمیم. درسته یا ابو علفی هستیم ولی دیگه علفایی که خوردیم زیادم دیگه بیشعور باقی نموندیم. ما روزخونا یه چیزام یاد گرفتیم. وقتی که روی صندوقای رأی نمیای، خب دیگه دنیا برای ما ترحم خورد نمیکنه. اگه قبلا دنیا زیر میزی 20 میلیارد به اون میده، حالا 5 میلیارد 6 میلیارد میده، چون میگه تو دیگه پایگاه اجتماعی نداری. من اینم که بهت میدم فقط به خاطر اینکه تغییر و تحولی فعلا به وجود نیاد. نگرت داریم، ما تو رو لازم داریم، ما اردوغان رو لازم داریم، دماغوف رو لازم داریم، ما وضعیت عراق رو اینطوری میخوایم، ما افغانستان رو اونطوری میخوایم، برای همین کشور داریم دست طالبان. ما میخوایم که پاکستان جمهوری اسلامی بمونه، ما میخوایم اون یارو تو تاجیکستان بمونه، ما میخوایم اون یارو تو ارمنستان بمونه، ما شماها رو میخوایم. و یعنی خیال نکنید ما عاشق چشم ابروتونیم. ما به اون منطقه وسیع آسیای میانه احتیاج داریم. اونجا نفت داره، گاز داره، آهن داره، اورانیوم داره، طلا داره، نقره داره، مس داره، خیلی چیز میز اونجا داره که خودتون نمیفهمید کجا داری زندگی میکنی. اگه اونا رو نداشتیم ما کاری باهاتون نداشتیم. مثلا هر دقیقه از همه منطقه بشه سلطنتی، ما کاری باهاتون نداریم. چیزی شما ندارید که ما کاری بهتون داشتیم. مگه ما با جنوب شرقی آسیا دیگه کاری داریم؟ نه. اون بلایی که قرار بود سر اون مثلث جنوب شرقی آسیا بیاریم، اون مثلث کوکائین، مثلث مواد مخدر آوردیم، اون لاوس و کامبوج و برما رو دیگه کاری باش و ویتنامو که کشیدیمش تو بازی. ما دیگه کاری نداریم با آمریکای جنوبی. مثلا ما بریم چیکار داریم با پرو، چیکار داریم با ونزوئلا، چیکار داریم با مثلا شیلی، با برزیل، با آرژانتین، کاری باشون نداریم. بلایی که قرار سرشون بیاریم با از طریق مذهب کاتولیک و کوکائین و چه آوردیم. ما دیگه کاری با آمریکای مرکزی نداریم. خودمون پارو پر دادیم به الچه چگوارا، خودمون انداختیمش وسط، خودمون گیرش انداختیم تو بولیوی، خودمون کشتیمش. ما با شما کار داریم. آسیای میانه و خاور و اون منطقه خاور میانه، یعنی به عبارتی از اسرائیل تا اون طرف افغانستان خیلی چیز اون تو خوابیده، نه فقط تو خشکیش، تو دریاش، تو کوهاش. بنابراین نمیذاریم آب خوش از گلوتون پایین بره. به خاطر همین هم از رژیماتون رو نگه داشتیم. خیلی هم ببینیم یه ذره اینور اونور دارید میشید، حالا مثل شاه با انقلاب، مثل صدام با حمله هوایی، به یه طریق میبریم تو، مثل ظاهرشاه اون بلا رو سرش میاریم که پسرموش به کودتا بکنه بچه اوچه. بنابراین شماهایی که تو خونه نشستین در اصل دارید همکاری میکنید. میتونید الان، من میدونم که الان تو ذهن تعداد بیشماریتون میاد که خب چیکار کنیم؟ بریم تو خیابون کشته بشیم؟ من نمیگم برید تو خیابون کشته بشی، میگم بی تفاوت نشید. حداقل نرو از پشت پنجره فیلم برداری کن، چون این کاری که تو میکنی خیلی کار نامردیه. خیلی راحت بگم، میبینید من اکثرا یا همیشه چیزهایی که پخش کردم فیلماش هست. هیچ وقت از شماهایی که از بالا پشت بون از
پشت درخت، از نمیدونم پشت پنجره فیلم برداری میکنن و پخش میکنن، مگر حداقلش تو خیابون باشید. بعد تو خیابون هم 100 نفر، تو خیابون هم 5000 نفر تو پیاده رو هم. طبیعی انقلاب پیروز نمیشه. 5000 نفر باید تو خیابون باشن، 100 نفر تو پیاده رو. الان یکی از همرزمان من برای یه فیلمی فرستاده، میتونی با قابلمه برید نظری بگیرید، والا اون شکم باید کارت بخوره. نذارید انقدر تحقیر بشید. فرقه تبهکاران رو ببرید که تو صف حقارت نایستید، تو صف مرگ نایستید. چرا مهندس کلیپ جناب رهنوردی زندیات رهنوردی شماره 13 رو اگه لطف و محبت بفرمایید ممنونتون میشم، دستون درد نکنه. بچه‌ها زنگم بزنید. سپاس از لطف و محبتتون. پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو که ارزشی دارد این جان من، پاینده باز خاک ایران من. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی، زنده یاد دکتر حسن رهنوردی عزیز، روانشون شاد و یادشون گرامی. استاد عزیز، قهرمان المپیک جهان، قهرمان آسیا و انسانی بسیار شریف که دیگه متاسفانه در بین ما نیستن. عرض کنم حضورتون بعد از این گفتار با شما عزیزان، بریم اول دشمن رو یک نگاهی بهش بیاندازیم. ما همیشه باید ببینیم طرف مقابل کی جلومون ایستاده. این خیلی مهمه. ما اول باید ببینیم چه کسی جلومون ایستاده. ما اول باید تیم رو تشخیص بدیم. ما اول باید حریف رو محک بزنیم، ببینیم ما جلو کی وایسادیم، قراره با کی دیدار کنیم، با کی قراره تو خیابونا دست و پنجه نرم کنیم. در دوران خدایگان آریامهر بودو سال 57
دشمنان پهلوی که به اسم انقلابیون، به اسم عرض کنم مبارز، همین اوباش، اغتشاشگران، چیز دیگه نمیشه بهشون گفت، یه مش اغتشاشگر، یه مش اوباش، اینا یه چیزی رو میدونستن، هم آخوندا، هم سرگروهاشون، هم اون ناموس بیمار روانی در نوفل و شاتو، مرد آخوند بیشعور بیسواد روزخان خمینی گجاستک، میدونستن که دولت شاهنشاهی ایران یک دولت قانونی است که برای حفظ موازین بین المللی دستور کشتار در خیابانها، در زندانها رو نمیده. این مزخرفاتی که اینا میگفتن برای تخریب رژیم شاهنشاهی بود که آقا اینا ساواک داره میکشه، حقوق بشر و همین مزخرفاتی که میگفتن، در حالی که پادشاه بارها و بارها در فرمایشاتشون فرموده بودن با خبرنگاران خارجی در مصاحبه ها، اون موقع معرضت رو محاکمه میکردن. در اصل این مرد چقدر مؤدبانه، واقعا بنیانگذار تمدن نوین، چقدر مؤدبانه در کاخ نیاوران، در کاخ سعدآباد، در منزل خودشون اجازه میدادن این اراذل اوباش تحت نام دروغین خبرنگار بیان و سوالاتی را از اعلیحضرت مطرح کنن که اصلا ربطی به داستان نداشته. مثل اینکه فرض بفرمایید شما تا حالا دیدید در دنیا یه خبرنگار مکزیکی، خب رؤسای جمهور امریکا یا وزرای امور خارجه‌شون یا رهبران کشورهای اروپایی هم خب در هر چند ماهی خبرنگاران خارجی رو به اصطلاح دعوت میکنن که آقا فرض بفرمایید روزنامه لوموند یه مصاحبه داشت با هلموت کول، من خودم یادمه، یا فیگارو مثلا مصاحبه میکرد با شرودر، یا فلان روزنامه ABC بهش میگن اگه اشتباه نکنم اسپانیا مثلا گفتگو میکرد با وزیر امور خارجه کینکل، وزیر امور خارجه سابق آلمان. البته یه دونه دوتا، نه مثل خدایگان یا 10 تا خبرنگار بیان به هر حال. ولی من تا حالا ندیدم مثلا یه خبرنگار بیاد به رئیس جمهور امریکا، حالا مهم نیست به کی، به جورج بوش، به کلینتون، بیاد بگه آقا FBI مثلا داره روزی 100 تا سر میبره، CIA مثلا در شیلی کودتا کرده، آقا این جریان عراق چی بود، چرا حمله کردی؟ اگر از این پرسش ها مطرح بشه بسیار کنترل شده، بسیار بسیار موشکافانه و دقیق، یعنی بهشون اجازه داده شده که این سوالا مطرح بشه و قبل از اینکه اینها بیان با رئیس جمهور، با رهبران کشورها صحبت بکنن، تمام پرسش ها 24 ساعت 48 ساعت قبل باید بره به سازمان اطلاعات و امنیت اون مملکت. اینطوری هم نیست که نشستیم داریم میگیم که آزادی بیان و دموکراسی، نه، یعنی همه حرفاست که فلونی واسه بچهش میگفت. کنترل میشه که یهو خبرنگاری یابو برش نداره بیاد اونجا بشینه بگه که مثلا شما به چه دلیلی حلبی سازی 11 سپتامبر راه انداختی. خب و اگر بعضیاشون ناپریزی بکنن وسط مصاحبه بخوان یه چیزی بگن، حالا رئیس جمهور چجوری با چه تمریناتی که از قبل شده که من به این جواب نمیدم، یا نفر بعدی از اون جلسه میبرنش بیرون، طوری میبرنش که بغل دستیش نفهمه یارو همکارشو چجوری بردن. اما میومدن ایران و هر مزخرفی تو دهان کثیفشون بود خالی میکردن و میگن که شما اعدام میکنی، شکنجه میدید، 8000 تا 10000 تا زندانی داری، که الان بارها فرمودن آقا ما 3600 و خورده زندانی داریم، اینا هم زندانی سیاسی نیستن، کمونیستن، مذهبی و افراطی هستن، تروریستن، مارکسیستای اسلامی هستن، یعنی سازمان تروریستی مجاهدی تروریستن. یه عدهشون ما محاکمه‌هاشون رو لایو با لامصبا خودتون در جهان یه بار این کاری کردید، لایو اومدیم پخش کردیم، مستقیم اومدیم پخش کردیم که شکوه میرزادگی، شکوه بچه دوست، خسرو گل سرخی، کرامت الله دانشیان، برادران رضایی، اینا همش از تلویزیون لایو مستقیم پخش شده. خب اگه ما ریحی به کفشون باشه ما دیوانه میایم اینا رو پخش کنیم. و بعد بارها و بارها سازمان های حقوق به اصطلاح حشر که میگن بشر، دروغ میگن، از ما خواستن که آقا ما بریم زندانهای شما رو بازدید کنیم، بفرمایید بکنیم. آقا این کلید زندان رو بدین دست این خبرنگار آقای جورج فلونی،
آقا برو از خود برو بشون تو صحبت کن. خب ما میگه نه بدوز نه بترس. روح الله الموسوی الخمینی، آن بیمار روانی بزرگ فلانی، این میدونست که اعلیحضرت این مسائل موشکافانه رو در جهان رعایت میکنن به خاطر حفظ فیگور حکومتی که داشتن. یه حکومتی که تو دنیا داره ادعا میکنه میگه ما میخوایم وارد دروازه‌های تمدن بشیم. دروازه تمدن فقط برج ایفل و نمیدونم رخت و لباس مردم و عطر کریستین دیور نیست، یا 4 تا فیلم اونجورکی تو سینماها. یعنی فرهنگ مردم، شعور مردم، باید سطح فرهنگ مردم بالا بره. مردم یاد بگیرن وقتی تو صف اتوبوس ایستادن این صف رو رعایت بکنن دیگه. یاد بگیرن بلیط تو دستشون باشه، نرن تو ببخشید بلیط ندارم ایستگاه بعدی. مردم شعور اتومبیل سواری داشته باشن. ما سوار ماشین میشدیم، ما سوار گاری شدیم. مردم بفهمن وقتی تو این خط پشت ماشین همه 1000 تا ماشین 500 تا ماشین وایساده ولی این خط خالیه، یکی نندازه اون خط سبقت بگیره بره اون خط، میگه بری سمت چپ بپیچی بریم. مردم یاد بگیرن پشت آمبولانس خودشون بوق نزنن، پشت آمبولانس برن، جا رو باز بکنن. اون یه آدم اون توه داره میمیره یا احتیاج به خونه، دارن خون رسانی میکنن. به هر حال مردم همکاری بکنن با نیروهای انتظامی، همکاری بکنن با ژاندارمری توی روستاها، در جاده همکاری بکنن با پلیس، همکاری بکنن با اداره راهنمایی رانندگی، همکاری بکنن با آتش نشانی، همکاری کنن با آمبولانس، همکاری بکنن خودشون با خودشون. وقتی میرن نونوایی بیستن تو نون، دونه به دونه نوبتشون بشه و یک تعاونی در مملکت به وجود بیاد، یه همدلی و همکاری به وجود بیاد. فقط همکاری ما تو امجدیه نباشه دیدی پرسپولیس دیدی ایران اون 200 میخوای اونجا تفریح کنی. مردم فرهنگ سینما رفتن داشته باشن، نه که کنسرت تق 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 تخمه را بندازن تو سینما. جای عمومیه، یکی اون وسط یا زهر مار. خب اینا طول میکشید که اعلیحضرت فرمودن 12 سال دیگه ما به 12 تمدن میرسیم. یعنی نسل من بره دانشگاه لیسانسشو بگیره بیاد تو اجتماع، نسلی که توسط خدایگان تربیت شده، تغذیه رایگان خورده، درست حسابی رو یاد گرفته، معلم زن دیده، استاد زن دیده، مادرش و خواهرش و دخترای خیابون ها همه رو توی خیابون با لباسای بسیار باز دیده، خلورش نمیداره، استخر مختلط دیده، کنار دریا دیده، چشم و گوشش باز شده از این مسائل. خب یه مجموعی دست به دست هم میده که فرهنگ اجتماعی ملتی رو بالا ببره. وقتی که فرهنگ شهر بالا بره این سرایت میکنه به شهرستان‌های کوچک، شهرستان کوچک پاسش میده به روستاها پاسشون میدن به دهات و اون دهات هم تبدیل به یک شهر میشه. بعد دیگه همه نمیرن به چپن ساعت 6 بعد از اون تو قهوه خونه و یه مشت چرت پرت تو قهوه خونه گوش کنن و تنها تفریحشون بشه مسجد. یواش یواش بذارین تو روستاهای مملکت سینما بیاد، آسفالت بشه، داروخونه بیاد، تماشاخونه بیاد. ما مملکت باید وسعتش بدیم، مردم بفهمن وقتی ما براشون سد میزنیم این فقط این نیستش که یه جایی رو برشیم دیوار تیغه کشیدیم، مثلا محمد برداشته یه تیغه دیوار کشیده اون پشتم چرتلی شیلنگ آب گذاشته مثلا اونجا 2 لیتر آب جمع شده. نه آقا جون، این سد اینجوریه، اونطوری حساب داره، کتاب داره، چرا سد زده میشه. اینا رو باید آموزش داد به مردم. بعد بیشعور بی پدر و مادر میمدن میگفتن شاه دموکراسی رو رعایت نمیکنه. بی پدر و مادر، ما هنوز نزدیک به 30,000 روستایی داشتیم تو ایران، نزدیک به 35 تا 40% مردم هنوز فاقد خواندن و نوشتن بودن. شاهنشاه سوئیس که تحویل نگرفته بود، شاهنشاه یه مملکت تحویل گرفته بود 98% از 100 تا آدم 98%ش خوندن و نوشتن تو سر پدر بزرگ و مادر بزرگمون بخوره. شپش از تو دماغمون میره و تو چش و گوشمون میزد بیرون. وبا داشتیم، تراخوم داشتیم، کچلی داشتیم. شما خواهی شاه چی رو تحویل گرفت؟ مثلا احمد ولگرد چی رو تحویل رضا شاه بزرگ داده بود؟ کشور مثلا صنعتی انگلیس رو تحویل رضا شاه داده. بابا یه تپه خاک پر از پهن و پر از مگس و کثافت. دیدیم دیگه انگلیس و روس 1320 شهریور 20 به ما حمله کردن، 48 ساعت بعد ملت از گرسنگی تو خیابونا قش و ضعف کرد. چرا؟ غلات نداشتیم، تازه مملکت داشت ساخته میشد، 4 تا کارخونه زده بودن، خبری نبود، اتفاقی نیفتاده بود. 16 سال رضا شاه بزرگ که
ابر معجزه‌ای که تو تاریخ کرد تازه کار به اونجا کشون. ببین چقدر وضع خراب بود. بنابراین دشمن میدونست که شاهنشاه چون این موازین رو داره رعایت میکنه و به جهان میخواد بفهمونه که ملت من ملت متمدن نیست، اگه شما این ملت رو دارین تو این قالب میبینید خب این ملت تقصیری نداشته، این ملت مدام زیر تاخت و تاز و یوغ استثمار و استعمار بوده که خود شماها این بلا رو سر ایرانی آوردین. شما روسا به ایران حمله کردین، شما انگلیسا حمله کردین. انگلیسا 400 سال توی این مملکت دارن مشتبانی میکنن. از زمان شاه عباس پدر مملکت در آوردن، آخوند اونا کردن توی یقه ملت ایران. ملت آخوند شیعه نمیشناخت، ملت این روزخانی نمیدونست چیه، ملت علم و کتل نمیدونست چیه، ملت زیر شلاق مسلمون شده بود و یه چیزایی که رو قبول کرده بود. ولی اینطوری دیگه نبود که این هی بیان شاخ و برگ بهش بدن، رساله حضرت آیت الله فلان، رساله فلانی، رساله شیخ پشمنی قلی خان، رساله مثل این بادبادا که دم بهش بستن به این فرقه اسلام. این فرقه است، این دین نیست، این آیین نیست. میگن آیین اسلام. کدوم آیین؟ این آیین نیست. اسلام جزء ادیان نیست، اصلا دین نیست. کدام دین نیست که پیامبرش در بگه دختر 6 ساله بله 9 ساله دیگه باید ازدواج کنه؟ خودتون میگید دختر داشتیم چال میکردیم. پیامبرتون اگه اومد گفت چال نکنه، نه به خاطر اینکه بشر دوست و دختر دوست بود، به خاطر اینکه میگفت این لقمه حیفه بره زیر خاک، حداقل یه ماچی باید ازش بکنیم. اون هرزه بود. بنابراین تو بخوای اینو تو سر جامعه ببری بیرون خیلی طول میکشه. و شاهنشاه آریامهر که این قوانین رو رعایت میکردن و اجازه نمیدادن که در خیابان پاسبان با باتوم مردم رو بزنه، به طوری که خود من وقتی امجدیه میرفتم سالهای 1349 50 51 پاسبونا باتوم داشتن. در سالهای 54 55 که باتوم نداشتن پاسبونا. اصلا دانشجویان شهربانی، دانشجویان پلیس، دانشکده پلیس می اومدن اون توی امجدیه یا تو استادیوم آریامهر اون پیست دو میدانی می ایستادن. باتوم دیگه نبود. باتوم رو از دست پاسبونا گرفته بودن، مگر شبا پاسبونایی که میرفتن از ساعت 9 و 10 شب دیگه محله‌های مثل جمشید، مثل محله‌های پایین که اونجا دیگه کافر واسط به هم میریخت، دیگه چجوری میخوای چاقو رو دست یارو بگیری؟ که اونم رفته در سالهای آینده حل میشد. ارتش یه ساختاری پیدا کرده بود، نیرو هوایی برای خودش تشکیلاتی داشت، نیرو دریایی تشکیلاتی داشت و هر ارگانی برای خودش صاحب بانک شده بود، صاحب تعاونی شده بود. مثلا میگفتن تعاونی فرهنگیان برای خودشون فروشگاه داشتن که اینقدر ازدحام نشه یا همه برسن تو فروشگاه کوروش. فرهنگی‌ها برای خودشون فروشگاه داشتن، ارتش برای خودش فروشگاه داشت، بانک سپه بود، حقوقشون میرفت اونجا، میرفتن از فروشگاه ارتش خرید میکردن. بازنشسته‌ها برای خودشون به همین شکل مملکت داشت تقسیم بندی میشد. ما رو داشتن شاهنشاه داشت ما رو آدم میکرد. آدم نبودیم، آدم شکلن آدم بودیم، مخمون یابو هم نبود. و ویلی براند گفت این محمد رضا شاه شاهنشاه ایران، این سند تاریخی ها خودم نمیگم، گفت طوری از ملتش تعریف کرد که ما خیال کردیم که متمدن ترین ملت جهانن. تا این آقا پاشا از ایران گذاشت بیرون، اینا چیان؟ اینا همون ایرانیایی هستن که ما میگفتیم اینا ملت متمدنی. ما چقدر احمق بودیم، از اینا ویزا نمیخواستیم. دقیقاً مثل این که وقتی اعلیحضرت از ایران رفتن بیرون ناراحت نشید، دیگه میشی برام مهم نیست، چون بالاخره یکی باید بیاد این کشیده ها رو به ما بزنه. کاش که یه رضا احمدی 20 سال پیش این کشیده ها رو به من زده بود، دوزاری میافتاد. ولی خب نیومدن، همش میگفتن که ببخشید بلا نسبت. من نمیگم ببخشید بلا نسبت، چون واقعیته. اعلیحضرت روزی که از ایران رفتن بیرون تو گویی که در چاه رو برداشتن، بو زد بیرون و آخر عاقبت کاری به اونجا کشید که یارو میومد جلوی سرنیزه ظاهری سرباز تو خیابون که واقعا ظاهرا اون سرنیزه زده بود، استفاده نمیکرد، به سرباز 2 سال خدمت یا به درجه‌دار یا به افسر که من خودم شاهدم، دیدم، به چشمم دیدم، نه اینکه شنیدم، دیدم، به افسر میگفت بزن بی‌ناموس. خب تو داری به افسر مملکت، به درجه‌دار مملکت، به سرباز مملکت میگی بی‌ناموس، خب اونم ایرونیه. بعد اکیداً دستور داده بودن اینا دارن شما رو تحریک میکنن، توف تو صورتتون میندازن که مینداختن، فوشای رکیک بهتون میدادن که میدادن، با از توی جمعیت با اسلحه میزنن که میزدن، مبادا تیراندازی کنید. چون اعلیحضرت میدونستن چه باند خطرناکی داره مملکت رو دست میگیره. بنابراین دشمن چون اینا رو میدونست
فشار رو چند برابر میکردن. حالا اینا رو که گفتم برگردیم ببینیم رو فرقه کثافت تبهکاران. خب اینا میدونن در جهان اعتباری ندارن. شما تو دنیا فرقی نمیکنه کجا، شما برو تو مصر، شما برو تو سنگاپور، شما برو تو زلاند نو، شما برو تو ژاپن، برو توی فنلاند، برو تو کانادا، هر جای دنیا، برو تو برزیل، بگو آقا اسلامیش رپوبلیک ایران، جمهوری اسلامی ایران، ببین چه تعریفی برای شما میکنه. مهم نیست از کی بپرسی، از کارگر، کشاورز، کارمند، مهم نیست، دانشجو، از هنرمند، ورزشکار، میگه یه رژیم وحشی، آدمکش، دزد، جنایتکار، هر چی از دهنش در بیاد میگه، واقعیته. چون چیزی دیگه ساختار جمهوری اشغالگر اسلامی یعنی چی؟ ترور، وحشت، اختناق، کشتار، دروغ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق یه مش قاچاق فروش شدن حکومت دار، از رهبرشون با اون سر شکل کثافتشون یا رو آخونده گور به گور شده، اون چی بود مرکه خمینی با این یکی مفعول شیره‌ایه. اوکی، حالا شما برعکس همین کشورهایی که نام بردن به علاوه 100 تا کشور دیگه برید بگید شاه ایران، لبخند میزنن آه شاه، دموکرات، مدرن، فلان، یعنی تعریف 180 درجه تفاوت میکنه. خب جمهوری اشغالگر اسلامی اینو میدونه، میگه خب در دنیا میدونن که ما آخوندهای مشپشوی بی سواد، نفهم، روزخون، اقتصادی که میگیم مال خر است، زنم که کردیم تو گونی، خودمونم که میگیم هر مردی بره 4 تا زن بگیره و 40 تا صیغه بکنه و 500 تا زیلافی داشته باشه، بچه‌ها هم که اصلا مدرسه برای چی برن، دخترها و زنا که اصلا درس علم یعنی چی، دستتون میکنید تو دماغتون، این دستتون رو تو هر سوراخی که دارید فرو کنید، بعد با همون دست برید مثلا نون پنیرم بخورید. بعد بهداشت چیه، بیمه چیه، کارگر چیه، کشاورز چیه، کارخونه چیه، از صبح تا شب گریه کنید و بگید عمم نجیب و رفت پیش موسی رضا، گریه کنید مسلمونا، گریه کنید، گریه ثواب است. تمام جریان همینه. ما کار دیگه برای شما نداریم که بکنه. اگه قرار باشه کاری بکنید خب شاه داشت با شما کاری میکرد دیگه. ما اومدیم که برای شما کاری نکنیم، ما اومدیم شما رو نابود کنیم، ما اومدیم شما رو به خاک سیاه بنشونیم، ما اومدیم کاری کنیم که شما بر اساس فشار اقتصادی، بیماری، فقر، بدبختی بمیرید. ما اومدیم شما ایرانیان رو بکشیم تا اونجایی که دست اون برسه از دم تیغ بگذرونید، آبتون رو مسموم کنین، نون رو مسموم کنین، گوشت رو مسموم کنین، خودمون بهترینا رو بخوریم. با ما 400 سال صدقه شما ملت خوردیم، 400 سال شما تقاضاتون رو دادید ما خوردیم. مثلا حسن صدقه خوب، مثلا یارو علی تجزیه، با اینا با هزار باباهاشون با صدقه اینا رو بزرگ کردن. خب من که اومدم یه عمر صدقه تو رو خوردم، حالا رسیدم با آب و علوفه، مثل هم یارو لگن فروش دوز. این بدبختی که وقتی وارد تهران شد یه مش ارزن میاد تو صورتش، یکیش پایین نمی اومد، گالیش تو پاش بود. دروغ نمیگم، اینا رفقاش میگم. من این مردی که بوگنی رو که من نمیشناسم که من که آشغالو، چون تو شأن من نیست که بدیم با این کثافت مورد شناسایی من باشه احمق. خب اینی که از اون طرف ناکجا آباد پا میشه میاد زرق و برق تهران رو میبینه، بعد زد و بند با صادق قدزاده میکنه، آرزوش این بوده که تو جیبش یه 100 تومانی باشه، حالا یهو بیاد برسه 3 تا 4 تا حساب بانکی تو آلمان و لوکزامبورگ و اسرائیل و اینور اونور داشته باشه. خب طبیعی یا برش میداره، خب طبیعی تگنی میزنه، چون ظرفیتش نداره، مخ نمیکشه، شعورش نداره. حالا تو برو تن این پالو بنداز رو تنش، یا برو کچهوار فلون چیزو بپوش به تنش. این نمیفهمه، چون مخش ظرفیت این داستانا رو نداره. و حکایت کار این اراذل و اوباشه، اینا اصلا نیومدن برای ساختن، اینا یه مش آدمکش و جنایتکار و دزد و اینا دزدن، یه مش راهزنن، یه مش قاچاق فروشن. خب این کاری دیگه با اقتصاد نداره، کاری با مسائل اجتماعی نداره. این مثلا اینا نمیدونن روانشناسی اجتماعی یعنی چی، خواسته های یه دختر پسر یعنی چی. این جامعه به دلیل عدم رسیدگی به خواسته های جوانان در داخل اون مملکت مهم نیست از کجا، میخواد بچه اون طرف روستاهای بندرلنگه باشه، میخواد بچه تهران باشه، فرقی نمیکنه. تمام آرزوهای جوونا رو شما زدین درب و داغون کردین. جوونا همه دپرس شدن، همه عصبی شدن، پرخاشگر شدن، روانی شدن، فحاش شدن، دیوانه شدن. یه جوون از سن 18-19 سالگی تا 30-35 سالگی مثل یه پرنده وحشیه، این مخش آماده یادگیری همه چیزه. چرا میگن تا بچه تا جوونی باید درس بخونی؟
یه لغت بهش بگید سریع یاد میگیره. مغز آماده است، اون آرشیو مغزش خالیه، غم و غصه نداره، زن و بچه نداره، دستش تو گرفتاری زندگی نیست. خب یه آدمی که شما ازش میتونید یه دکتر و مهندس و خلبان و یه آدم حسابی بسازی، خب اینا کشیدین تو خیابون ازشون معتاد ساختین و چه. خب اینا وقتی این مسائل رو درک نمیکنن، شعورشو ندارن، خب تو دنیا میگه که خب من آخوند به من چی میگن؟ میگن یه مش یقه شپشوی بی سواد نفهم بی فرهنگ بیابانگرد بادیه نشین. خب وقتی که رو من دارید اینطوری حساب می‌کنین که واقعیت هم همینه، ما این هستیم، ما آخوندا. خب طبیعیه وقتی بیای تو خیابون میزنم لط و وارد میکنن. حالا این دشمن رو داشته باشی، ما با یه همچین جونورایی در ارتباطیم. حالا تو باید با این دشمن بشینی جلو دوربین مثل لگن فروش دوز و علی منقلی و سایر اراذل و اوباش یه مش تن لش، واقعا تن لش، یه مش لش و لوش به اسم برنامه گذار، یا اون یکی ساربونه، یا اون یارو جمشید چاره و بقیه اراذل اوباش. اینا واقعا اوباش و اراذلن. شما این به فوکل کراواتاشو نگاه نکنید. این اراذل اوباش میگن آقای خامنه ای فرمودن طالقانی از جنس دیگری بود، آقای منتظری مخالف اینا بود. من الان دارم میگم آقای خودم چندشم میشه. من اصلا نمیتونم به اینا بگم آقای. من اینا رو همونطوری که هستم میگم. علی شیره مفعول، خمینی بیمار روانی، بزرگلوادکاران، گربه نره یک بیمار روانی، یک بی سواد، یک طویله یابو، حیف یابو. اونو بعد میذاشتنش توی طویله، جلوش چیز میریختن، آب و علوفه میریختن. طالقانی یه بیناموس جنایتکار بود در حضور همه ما. به شرفم سوگند، من اینو به چشمام دیدم، دارم بهتون میگم، خدا شاهد، به چشمام دیدم در حضور همه ما جوانای اون نسل. این بی پدر و مادر کلاشنیکوف و طوری واز و بسته کرد همه کف کردیم. همین اعضای سازمان تروریستی مجاهدین تو میدون 25 شهریور بود. نمیدونی چه دست و هورایی برای اون میزدن. خدا شاهد و گواه. من همون موقع با یکی از دوستان به اسم محسن داشتیم میرفتیم تمرین که یکی دو تا از بچه‌ها گفتن از بالا بریم و پایین تظاهرات جون کار ندونیم چه خبر. وایسادیم این طالقانی کلاشنیکوف رو طوری واز و بسته کرد اصلا هیچ شریکی نمیتونست این کارو بکنه. بعد اینا بهشون میگن که آقای طالقانی فرمودن محمد رضا پهلوی، تازگی هم میگن محمد رضا. خب این اگه اسمش بی‌ناموس نیست، بی شرف نیست، پس اسمش چیه؟ خب بعد آخوندم قیمت اینا رو میدونه. به حمید پاانداز میگه تلویزیون یه دونه میخواد 4 تا بهت میدم. لگن فروش دوز، عقده رخت و لباس داری، عقده شماره حساب داری، 10 تا شماره حساب بهت میدم. علی منقلی تریاکی هستی، لول بهت میدم. چیزی حسابتم هست. ساربون تلویزیون میخواید، به عربستان میگم بهت بده، ما باجش یه تا دیگه بهش میدیم. جمشید چاری میکروفون میخوای، یه چیزی میدم دستت به اسم میکروفون، واسه اونجا گفتگو بکن. اون یکی همینطور، اون یکی همینطور و همشون. خب آخوند اینو میدونه تو دنیا. حالا ما باید بفهمیم که این قالبی که من الان آوردم گوشم، مثل قالب بستنی آوردم گوشم جلوتون، این دشمنه. تو با این دشمن نمیتونی با زبان بدور از خشونت و دموکراسی و زن زندگی آزادی و تو ماچ بکن مماچ بکن، نه، با اینا نمیتونید برخورد کنید. میخواین بکنید برید بکنید، لعنت به جد و آبادش اجرا شما رو بگیره. اما منم نمیذارم کسی جلو منو بگیره. من تو بازی شماها نمیام. من معتقدم و رو حرفم میمونم، فرقه تبهکاران با آتش زدن سینما رکس آبادان آمده است، باید اینها را آتش زد تا برون، نه سینما آتش بزن اینا، آخوند باید آتش بگیره تا برون. و السلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح الله. فعلا اجازه بدیم بریم به بچه‌هامون برسیم. جناب مهندس 2 و 3 و 4 رو لطف و محبت بفرمایید. بچه‌ها زنگم بزنید، دمتون گرم. درود بر مردم ایران. ما ملت ایران خواستار بازگشت پادشاهی به پادشاهی رضاشاه دوم هستیم. پاینده باد ایران و ایران یک پارچه تا ابد جاوید شاه. ای شاه ایران برگرد به ایران. سلام، ممنون از شبکه خوب ایران آریایی. عمو رضا، من و مامانم و بابام و داداشم 25م میریم توی خیابون شعار میدیم جاوید شاه. خدافظ. به نام شاهنشاه آریامهر بزرگ. ای جماعت، مکتب ملا مکتبی شوم و پربلاست. زندگی در مکتب او
مثل کاهی در میان بادهای پرمدعاست. فکر او اهریمنی و کار او در کشتن است. حرف او حرف جفاست چون خودش اهریمن است. صاحبان اشتران و چارپایان در کویری بی انتها گشتند مالک و صاحبی پرمدعا در سرزمین آریا. پس توی ایرانی با غیرت و میهم پرست، شاه خود را دستگیر و بگرد بر دور این سرو گران تا کند آباد و آزاد و رها ایرانمان را از دست نعلین و عبا. با آرزوی سلامتی برای شاهنشاه ایران سیروس شاه. آروشا 10 ساله از کرج. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدی اینا دوستان کوچولوی منن، انقدر از این دوستا دارم من. آفرین به آروشا و آفرین به همه شما عزیزان. 2 تا پیام دیگه هم هست از رضایه و کرج که اونا رو هم پخش خواهیم کرد به علاوه نقاشی ها. یه 5-6 دقیقه دوست بچه ها صبر کنید، اما رضا یه ذره صحبت کنه و تا اونا رو هم پخش کنید. خب بچه ها حواستون هم بدین به من. بنابراین ما باید تکلیفمون روشن بشه الان حریف ما روبروی ما کی وایساده. یه موقعی بود، یه موقعی هست مثلا فرض بفرمایید این عربستان سعودی بازیکناشون وحشی ان. بدون تعارف بگم، به ویژه وقتی جلو ایران بازی میکردن از زمان شاهنشاه هم همین بودن که من یادمه بازی های المپیک، بله مقدماتی المپیک 76 مونرال که در تهران برگزار میشد، این مسابقات منطقه خاورمیانه، چون اون که استادیوم نداشتن بدبختا، واقعا میگم نداشتن. بعد خودشون باهاشون دعوا داشتن، مثلا سوریه نمیتونست مسابقات رو برگزار کنه چون عراقی میگفتن ما نمیریم اونجا، کویتی میگفتن ما نمیریم. اگه کویت برگزار میکرد عراق میگفت ما نمیریم اونجا، عراق برگزار میکرد کویت میگفت ما نمیریم. به خاطر همین همیشه مسابقات در تهران برگزار میشد. اولین باری که من این اراذل اوباش بازیکن فوتبال عربستان سعودی رو دیدم به چشمم تو مسابقات مقدماتی المپیک 76 مونرال بود در تهران. آقا اینا اصلا با توپ کاری نداشتن، فقط ساق پا رو هدف گرفته بودن. و چون اولین برخورد بود بین ایران و عربستان، خب بخاطر ایران هم می‌خواست صعود بکنه دیگه، سوریه بود، عراق بود، کویت بود، عربستان بود، بحرین بود به علاوه ایران. خب بازیکن واقعا فیکس بازی می‌کردن دیگه. اینا زدن 4-5 تا بازیکن‌های ما رو اصلا دعو داغون کردن، از جمله ناصر نورایی بود، نوکملی بسیار صاحب نام فوتبال ایران، زنده یاد علیرضا عزیزی بود، اینا آسیب دیدن. بعد همین آقا حسن روشن بود. حالا ایران زد بازی رو، 3-4 تا گل زد ایران، ولی به هر حال اصلا وحشی بود. مثلا عراقی‌ها اینطوری بازی نمی‌کردن، یا کویتی‌ها یا بحرینی‌ها یا سوریه یا عربستان سعودی اینطوری بود. بار دوم که ایران بازی کرد با عربستان سعودی در ریاض بود، مسابقات مقدماتی جام جهانی 78 آرژانتین. ایرانی‌ها دیگه فهمیدن در برابر عربستان باید چجوری بازی کنن، قاطی نمی‌کردن بچه‌ها. 3 تا بهشون زدن تو ریاض. خدا رحمت کنه غلام حسین مظلومی 2 گلشو زد و 1 گل آقا روشن. بعد ایران قاطی نمی‌کرد، بچه‌ها قاطی نمی‌کردن، اکثرا با پاس‌های راه دور بازی می‌کردن چون وحشی بودن واقعا و هنوزم هستن. چیزن دیگه، اون پسمانده قریشن دیگه. بنابراین این تجربه است. این میخوام این مثال ورزشی که براتون میزنم تجربه است. ما باید بفهمیم جلومون کی وایساده. در برابر ما جمهوری اشغالگر اسلامی ایستاده، در برابر ما یک مش آخوند وحشی ایستادن. ببینید خانم آقایون عزیزان، خوب گوش کنید به من و رضا احمدی که ببینید، من از تو چرخ گوشت رد کنید، بند گوشت و پوست و رگ و ریشم میگه مرگ بر 3 فاسد ملا چپی مجاهد. چقدر این شعار دست گل درد نکنه بانوی عزیز والحضرت یاسمین پهلوی، دستتون درد نکنه. عجب شعار زیبایی رو به ما یاد دادید شما. مثل این جریان فرقه تبهکاران که اعلیحضرت یه جمله‌ای گفتن تموم کردن، حجت تمام شد با جمهوری اشغالگر اسلامی. واقعا یک فرقه تبهکار مثل فرقه رجوی، این سازمان تروریستی مجاهدین، اینا فرقن مثل اسلام دین نیست، یه فرقه است که این فرقه شعباتی داره مثل سنی و شیعه و حنفی و حشفی و شفعی و شافعی و شاف میکنن، یه کارای با هم میکنه. به هر حال که بدترین حالتش همین شیعه اثنا حشره است. اینا
حضورتون عرض کنم، من اگر تو چرخ گوش رد کنید آقا من متنفرم از تروریستای مجاهدین. یعنی شما بیا الان به من بگو آلبانی چیه، بگو آقا تمام این سازمان تروریستی مجاهدین جمع کرده مثلا تو پاریس، حالا میخوام بیاشون کانادا مثلا، حالا هر جا، آقا کانادا هم گفته ما اینا رو نمیخوایم، آمریکا گفته این ورا نیان، اینا تنها جایی که باید برن مثلا ببرن کره مریخ. من به خدا قسم عشق میکنم، هر مجاهدی بمیره من عشق میکنم. چرا دروغ بگم؟ چرا بیام الکی قیافه علی گلابی بخوام که نه بشر دوستانه. من این آقای امیر طاهری رو یکی از دوستان برای من چند هفته پیش بود یه چیزی برای من ویدیویی فرستاد که از همرزمان عزیز، دیدم که ایشون نمیگم کار بدی میکنه یا خوبی میکنه، میخوام نظرمو بگم، دیدم ایشون داره تعریف میکنه که نه اینا نباید از آلبانی اخراج بشن. خب آقای امیر طاهری این چه حرفی شما میزنید؟ اصلا این چه ژستایی ما میگیریم بی خودکی؟ آقا من یا دشمنم یا دشمن نیستم. اگر من دشمن سازمان تروریستی مجاهدینم به جهنم دره همین امشب اعلام بکنم مقرشون منفجر شده، عین 5000 تاشون رفتن تو مسترا، من اولین کاری که میکنم یه آبجو تگری میزنم. آقا چرا دروغ بگم؟ سازمان تروریستی مجاهد اون یارو چریکای فدایی خلق روسیه در کردستان با همین تروریستای مجاهد افتادن به جون هم، این اونا رو میکشتن اونا اینا رو میکشتن. من عشق میکردم، خبراش ما تو تهران میرسید، کوملیا دموکرات رو میکشن، دموکرات کومل، من عشق میکردم، هنوز هم عشق میکنم، بازم بیفتیم به جون هم دیگه. آقا دشمن منه. مگه زمانی که امرای ارتشاهنشاهی ایران رحیمی، خسروداد، ناجی، نصیری، جهانبانی رو به جوخه اعدام سپردید، زمانی که رفتی تو دفتر کار تیمسار بدری رو به رگبار مسلسل بستی، زمانی که تیمسار نشاط رو بردین کشتنش جلو جوخه اعدام تو زندان قصر، زمانی که تمام سربازا و درجدارا و افسرا و سرهنگای امرای ارتشاهنشاهی رو کشتین، بی پدر و مادرها تو میدون 24 اسفند من شاهدم. یارو رو پیشونیش فرداش یه دونه نوار پیچونده بود، نوشته بود سازمان مجاهدین خلق ایران. خدا شاهده، ژستای دزدیده شده از ارتش ایران تو تخ 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 هوایی میزنه. بودیم چرا؟ میگه هویدا رو اعدام کردن. خب بی پدر مادر من الان بیام قیافه علی گلابی به خودم بگیرم که نه از نظر بشر دوستانه به هر حال اینا از آلبانی بیرون کرده، مثلا اینا باید بکنن توی یه سوراخ طبیعی دیگه. نه آقای آلبانی دمت گرم، بیرونش کردی، لعنت به پدر مادر کانادا و هر کشوری که این بی‌ناموسا رو راه بده. تموم شده رفت. نسل اینا رو باید آتش زد. بابا آتیشمون زدن، ریشمون رو سوزوندن، آدم کشن، جنایتکارن. مثلا همین فردا بیا میگم معصوم قمی رفته زیر ماشین کامیون تیکه تیکه شده، به شرافت بشری سوگن آهنگ مرا پخش کنم اینجا، من واسه خودم میذارم، واسه خودم غیر قنبیلی هم میریزم، این ور دلم اوفه اینا، اون ور دلم شوته اینا، خیلی هم حال میکنه. چرا دروغ بگم؟ دشمن منه. من نمیتونم بیام جلو دوربین قیافه علی گلابی به خودم بگیرم نه بشر دوستان. آقا من بشر دوست نیستم. کدوم بی پدر و مادری برای من یه نخود بشر دوستی خودش رو کرد که من 6 خلوار بشر دوستی رو کنم؟ جناب مهندس بریم، قربونت برم، بریم شماره 5 و 6 و 7 و دست گل درد نکنه.
با درود به اون رضای عزیزم، من فرداد هستم از رضایه ملت شریف ایران و نابه فرموده اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی سوم در 25 شهریور به خیابانها آمده و با سر دادن شعارهای ملی گرایانه همچو رضا شاه روحت شاد و جاوید شاه حکومت جهل و فساد را به پایین کشیده و ایران را از بند ضحاک آزاد نموده و خاندان ایرانساز پهلوی را به مام میهن برمیگردانیم. ما که در سایه خورشید معذب بودیم، چشممان کور که سزاوار همین شب بودیم. پاینده ایران جاوید شاه. با درود و سپاس، من مهیار از کرج، سرباز اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی سوم، به فرمان پادشاهمان 25 شهریور را به خیابان سرما میخوریم، یا میگه بچم همیشه مریضه. یه نسخه مهمش همین مصرف داروی ما. کافی یه بار امتحان کنید، هر 10 روز یک بار نصف قاشق چایخوری رو قبل از خواب بدون آب میل کنید و بخوابید. اگه خواستید بین روز مصرف کنید، حداقل تا 2 ساعت بعد مصرف این دارو آب نخورید تا خوب اثرش رو توی بدنتون بذاره. یه بچه هیچ بیماری و مریضی واهمه نداره، چون امام. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آفرین آفرین، باریکلا. جاوید شاه، آفرین آفرین. جاوید شاه، باریکلا باریکلا. افسران آینده ارتش شاهنشاهی ایران، آفرین باریکلا. اینا دوستان کوچولوی منن. باریکلا باریکلا. آفرین آفرین. بچه ها دارن میان. یه نسلی رو باید بسازیم که دیگه هیچ وقت گول نخورن. یعنی اسم ایران که میاد وجودشون بلرزه تا اینا بتونن در آینده مثل خودشون فرزندان خوبی رو تحویل جامعه ایران بدن. باریکلا. کوچولوها، عزیزان، لندنی، نوجوانان، جوانان ایران، عاشق میرزا قاسمی ها، فقط فحاشی، فقط دروغ، فقط اومدن سر ملت و کلاه گذاشتن. حالا ولش کن، شاکی میشیم 2 مرتبه، باز میریم تو یه بحث دیگه. لعنت به پدر و مادر همتون. جرأت دارید پاتون رو بزنید تو ایران. آقای مهندس بریم تو شماره 8. دست گل درد نکنه. ممنونتم. بچه‌ها زنگ بزنید. ایوالله.
سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. این فعلا فراخوانایی هستش که از طرف بچه‌ها از شهرهای مختلف اومده. بعدم میاد برای من می‌نویسین آقا کجا بریم، مثلا تو قزوین آقا کجا بریم، تو کرج کجا بریم، میدونای شهر. بچه‌ها تو تهران کجا میرن میدون 24 ساعت، میرن دم دانشگاه. کجا میخوام برم؟ مثلا قراره کجا برن؟ شمرون که نمیخوام برن گردو بخورن. میدونایی که خودتون واردین دیگه از این شیطنت‌ها نکنین بالام جا. من از اینجا بیام به شما بگم کجا هم بریم، بعد من نباید به تو شک بکنم تو پاسداری؟ ها؟ بچه‌هایی که اینا چیزا رو فراخوانا رو میدن حتما میدونن کجا بیان. شعارا هم یادتون نره بچه‌ها. رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، رضا پهلوی این از شعار ملی. پهلوی کجایی؟ به داد ما بیایی. السلام. همین. ولش کن هم نگید. حمله کردن حمله کنید. هیچ دفاعی بهتر از حمله نیست. اگر کسی بهت حمله کرد بزنتت فقط بخوای گارد بگیری کتک میخوری. حمله کردن حمله کنید. یه پاتک بهشون بزنید با سنگ و اون شیشه های داغ و برید به پیشوازشون، تموم کارشون. نترسید. همون چیزی که با ساچمه داره میزنتت بگیرش بخوابونش، دهنشو وا کن، لوله رو بذار تو دهنش، بگو میخوام ببینم خوشمزه است یا نه. یادتون نره بچه‌ها این سری که شما دارید میرین تو خیابونا انتقام رفقاتون رو بگیرید. انتقام بچه‌هایی که تو زندانا بودن هستن. انتقام اعدامیا رو بگیرید. انتقام اون جوونی که اومد و گفت آقا زدن چشمو کور کردن، پشتش نشون داد سوراخ شد. انتقام اون دختری که گیسش گرفتن کشیدنش تو جوب، زدن فکشو خورد کردن. انتقام رفقاتون رو، انتقام بچه محلاتون رو بگیرید. انتقام هم نسلیاتون رو بگیرید. انتقام خودتون رو بگیرید. این بی‌ناموسا باعث شدن شما تو خیابونا موبایل دزدی کنین و یه موتور برداری تر 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 عین گوربان قندلی را بیفتین اینور اونور پیزا پخش کنم. این لیاقت تو نیست. لیاقت ایرانی این نیست. لیاقت جوان ایرانی اینه که بشین تو دانشگاه آریامهر، صنعتی آریامهر. لیاقت شماها اون استادیومای در به داغون نیست. لیاقت شما اون خیابونا نیست. شما لیاقتتون این مملکت نیست. راحت بهتون بگم. لیاقت تو جوون نیست که باشه بری تو ارمنستان بشی چوپون. 40 تا مثل اینا باید بمیشنن مسترشو خونه ما. لیاقت تو دختر ایرانی این نیست سرتو بکنی تو ماشین یارو که سن با بزرگت چیز کنید. این در شأن شما ایرانی ها نیست. لیاقت شما ایرانی ها شیک زندگی کردنه. لیاقت ما اون چیزی که خدایگان آریامهر بزرگ فرمودن، پیش به سوی دروازه‌های تمدن. لیاقت شما این نیست. لیاقت شما این نیست تو خیابونا شاهد این بچه ها برن کلشون میکنن توی سطل آشغال. اون گناه داره اون بچه. اون چه گناهی کرده که داره چوب پدر مادر بی غیرتشو میخوره؟ لیاقت شما این نیست تو هر کوچه‌ای یه خونه جنگیر فالگیر باشه، یه خونه رمال خونه باشه، یه خونه شیرکش خونه باشه، یه خونه فنون خونه باشه. بس دیگه. عادتتون دادن به فقر. عادتتون دادن به تو سری خوری. ایرانی تو آریایی هستی. اینا رو نمیگم هندونه زیر بغلتون بذارم. شما یه نسل با شعوری هستین. مثل نسل گذشته شوت نیستین. لیاقت شما این فوتبال نیست، این شوتباله. لیاقت شما این نیست که کریم باقری بازیکن هول بده مثل گاو. لیاقت شما امیر قلعه‌نویی نیست. لیاقت شما عادل فردوسی پور و مهران مدیری و مهناز افشار و این تنلشای آشغال نیستن. لیاقت شما اون سینما نیست. لیاقت شما اون تئاتر نیست. لیاقت شما این مملکت نیست. شما باید بهترین دانشگاه ها رو داشته باشید. پدر مادرتون در سن بازنشستگی باید بهترین زندگی رو داشته باشن. شما باید بهترین مراکز تفریحی و هنری رو داشته باشین. هر کدومتون باید یه سازی یاد بگیرید، پیانو یاد بگیرید، ویولون یاد بگیرید. اوقات فراغتتون رو درست و شیک برگزار کنید. دست دوست دخترت و دست دوست پسرت بگیرید، برید بشینید بهترین فیلم‌ها و جدیدترین فیلم‌های سینمایی جهان رو نگاه کنید. برید بهترین کافتریاها، بهترین دیسکوها، به شب نشینی‌های قشنگ داشته باشید. با دختر خالت، پسر خالت، پسر عمت، نمیدونم دختر عمت برید دور هم نشینی. بعد دیگه اینقدر این بحثا نکنی این افشا کرد، این نمیدونم فلان کرد. این بس دیگه این بحثا. از زندگیتون لذت ببرین. پس کی میخواین شماها زندگی کنین؟
شما خیال کردید مثلا همیشه جوون میمونید؟ خیال کرد همیشه 20 تا 25 سالتون مونه، چشم به هم میزنی رو که تموم شد، میشه 60 ساله، بعد شروع میشه. تازه ما ورزشکارش بودیم، دوران آریامر زندگی کردیم، 8مون گرو 9مون قرمون قمصور شده. شماها با این فشارهای عصبی در سن 40 سالگی همتون روانپریش میشین، بعد مش بشین قرص بخورید. تمومش کنید. این قصه تلخ و این تراژدی تلخ رو تمومش کنید. مرگ یه بار، شیون یه بار، بیا تو خیابون سینه سپر کن، با مش بریم مثلا تو دک و پوزشون بیاریم پایین، همشون پوشاک بستن به خودشون از ترس. شما خیال میکنید تو طویله علی شیره‌ای چه خبره هر شب؟ آقا دارن میان راستی. بله میان، خار مادرتون هم میان جلوی چشاتون بی‌ناموسا. آقای مهندس لطف و محبت بفرمایید فرمایشات اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم شماره 9 رو اینو با دقت گوش کنید. این 1500 دفعه، این 2000 دفعه گوش کنید. نهاد به شما پشت نکرده. اینقدر نری بشین چرت پرت 4 تا بچه پاسدار رو گوش کنید تو این طویله‌های دنیای مجازی. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید شماره 9 رو. تو رضا پهلوی، به هر عنوانی که میخوای منو قبول داشته باشی یا نداشته باشی، به عنوان یک ایرانی احساس وظیفه دارم، علل خصوص برای شماهایی که از من یه توقع نهادی دارید یا برای شماهایی که به این نهاد پشت کردید، بدونید که این نهاد هرگز به شما پشت نخواهد کرد و در خدمت جامعه هست. ولی اگر این نهاد رو فایده‌ای براش میبینید، به خاطر ایران میخوام، نه ایران رو به خاطر این نهاد. اولین سوالی است که باسی پاسخ میدادم، نه فقط برای خودم بلکه برای جامعه. بنابراین نتیجه رأی مردم به هیچ عنوان برای من نگران کننده نیست. اتفاقا بهترین تسکین خواهد بود که بالاخره تکلیف جامعه به دست خود جامعه روشن. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدی شاهتون چی داره میگه؟ میگه من به شما پشت نکردم، شما به نهاد پشت کردیم، من سرجام نشستم، هیچ وحشتی هم از این رو رأی و این چیزا ندارم. دیدید در سن 6-7 سالگی قدم زدن رو دیدی؟ این آقا فقط برای یک کار تو این دنیا به دنیا اومده. ایشون فقط برای یک کار تعلیم دیده، تربیت شده، پادشاهی ایران و سلام، بقیه‌اش حلبی سازی و چرت پرته. هی بردنش تو این پستو، هی بردنش تو اون کوچه، هی بردنش تو این اتاق، هی بردنش تو اون کانال. انقدر شاکی کردن که آقا از من نمیخوام شاه بشم، ولم کنی. با دست سرم بردارین، با دیوونم کردین. یکی به من میگه آقای پهلوی، یکی به من میگه آقا رضا، یکی به من میگه عمو رضا، یکی به من میگه دایی رضا. خب ما تکلیف من روشن کنید. بابا شما منم دیوونه کردین. آقا من چیکارم تو این دنیا؟ اگه شاهم، خب خبر مرگتون به من بگید سیروس پهلوی سوم شاهنشاه ایران. اگه برای شما آقام، خب به من بگید آقای پهلوی. اگه من چیم برای شما؟ گیج بازی در نیاره بچه‌ها. زبونم مو در آورد. اعلیحضرت تموم شد. هیچ نقطه بالا پایین نداره. شهریار ایران، شاهنشاه ایران، غیر از این هر کی هرچی بهتون گفت یا بیشعوره یا مأموره. ایشون اعلیحضرت، هیچ چی دیگه، هیچ اسم، نه آقا رضاست، نه عمو رضاست، نه دایی رضاست، نه آقای پهلویه، نه آخرین ولیعهد، نه هیچی. ایشون اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم و سلام علیکم و رحمت الله. لعنت به اون روح الله و لجنجلس. جناب مهندس بریم تو شماره آقای مهندس اجازه بفرمایید قبل از در رو پخش کنید. آقا ایوب گل $54 دست درد نکنه. ایوب جان ممنونتم، لطف کردی. بانو سوسن ایران دوست از مریلند $25 دست درد نکنه. سوسن ایران دوست زنده باشی از مریلند $25. آقا هوشنگ هم لطف کرد اومد جزو خانواده شد $50 ماهیانه. به تعداد بچه‌ها ماهیانه داره اضافه میشه. دست درد نکنه هوشنگ جان، خیلی ازت ممنونم. بانو شهرم با جاوید شاه $20 لطف کردی. بانو شهره عزیز. بانو پروانم از آلمان بچه محل ما هم اومد جزو خانواده $50 ماهیانه. دست درد نکنه پروانه عزیز، زنده باشی. بانو محبوبه پادگانم فرمودن به یاد دکتر حسن رهنوردی روانشاد $30. دست گل درد نکنه.
محبوبه پادگانه عزیز، همرزم عزیز ما. بچه ماهیانه یادتون نره تو هر برنامه 3 تا 4 تا ماهیانه حال بدین. دمتون گرم. آقای مهندس بریم تو شماره 10. دست درد نکنه. هر چقدر بیشتر این نظام ادامه داشته باشه هر روز ضررش رو مردم ایران بیشتر حس میکنن. و دوستان عزیز با مطالبات حداقلی ما نخواهیم تونست جلوی این ضررها رو بگیریم. ما با مطالبات حداقلی نخواهیم تونست این تبعیض‌ها رو فراموش بکنیم. از هر بخشی از جامعه هستیم، از هر طبقه‌ای که از اجتماع هستیم، هر دغدغه و هر مطالبه‌ای که داریم به عنوان یک ملت یکپارچه به پا خیزیم در تمام شهرهای ایران، نه فقط در تهران، نه فقط در شیراز، نه فقط در اصفهان، نه فقط در تبریز، نه فقط در بوشهر، نه فقط در بندرعباس، در تمام جاهای ایران، در تمام شهرها، شهرستانها، دهات، هر کوچه، هر خیابانی شما مردم بیدار هستید. آنهایی هم که همچنان خوابند بیدارشون کنید. به عنوان یک ملت یکپارچه به پا خیزید در تمام شهرهای ایران، نه فقط در تهران، نه فقط در شیراز، نه فقط در اصفهان، نه فقط در تبریز، نه فقط در بوشهر، نه فقط در بندرعباس، در تمام جاهای ایران، در تمام شهرها، شهرستانها، دهات، هر کوچه، هر خیابانی شما مردم بیدار هستید. آنهایی هم که همچنان خوابند بیدارشون کنید. با مطالبات حداقلی ما نخواهیم تونست جلوی این ضررها رو بگیریم. ما با مطالبات حداقلی نخواهیم تونست این تبعیض‌ها رو فراموش بکنیم. از هر بخشی از جامعه هستیم، از هر طبقه‌ای که از اجتماع هستیم، هر دغدغه و هر مطالبه‌ای که داریم به عنوان یک ملت یکپارچه به پا خیزیم در تمام شهرهای ایران، نه فقط در تهران، نه فقط در شیراز، نه فقط در اصفهان، نه فقط در تبریز، نه فقط در بوشهر، نه فقط در بندرعباس، در تمام جاهای ایران، در تمام شهرها، شهرستانها، دهات، هر کوچه، هر خیابانی شما مردم بیدار هستید. آنهایی هم که همچنان خوابند بیدارشون کنید. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آقا دیگه فراخوان چی میگن؟ آقا بیدار کنید، مردم بیدار کنید. بچه‌ها، جوونا، همه چسبیدین تلفن گرفتین تو دستتون، همه چسبیدین تو این دنیای مجازی. آقا یه کانالی زدن دارن میگن به اسم شاهزاده اعلیحضرت پول جمع میکنن. خب به گور پدرشو میخنده. خب شماها میرین میچپین تو این سوراخ، اونم پر رو میشن. آقا یه کانالی زدن تا دیروز یارو میگفت شاهزاده خیلی آی لاو یو، الان نشسته فوش میده. بابا مامورن، پاسدارن. سر سگ میزنی تو این کلاب هاوس و اینستاگرام و فیسبوک. اون روزای اول فیسبوک بود، منتها فیسبوک چون میکروفون نبود، دست مردم میکروفون نمیدادن، همه تکسی بود، نوشتاری بود. الان دیگه جهان اومده میگه که آقا به اینا میکروفون هم بدین، بلندگو هم بدین. یارو نشسته تو خونه خودش، زیر شلواری پوشیده، الکی هم یه کراوات به خودش آویزون کرده از سطح یکیشون این کار کرده. بعد یه دونم بلدم هستن دیگه کارهای الکترونیکی، یه 4 تا صحنه واسه خودش درست میکنه اون پشت، و مثلا کره زمین داره میچرخه، نمیدونم باباش داره میچرخه، نشسته و یک قابلمه هم گذاشته جلوشو، اصلا یه قیافه واسه خوش کرده تو خم، مثلا رئیس مثلا تلویزیون CNN. بعد نشسته میگه که میگه دیگه همطوری میگه یه رو بعد چی؟ بعد طوری اینا اومدن تو جامعه جا افتادن که مثلا یارو بیشعور میره میشه با این مصاحبه میکنه، بعد با افتخار میگن رفتم پیش این قاطره و عجیلی باشش مصاحبه کردم. خاک بر اون سر بی سواد نفهمتون کنم که افتخار دینی که رفتی پیش این مصاحبه کردی. بعد خودت میگی من طرفدار نظام پادشاهی هستم. حالت خوشه؟ هاواریوت گوده؟ فرمایشات در حضرت گوش کردین؟ بریم تو بعدی. جناب مهندس 11 و 12 رو جفتشو با هم لطف کنید جناب مهندس. این دوتا فرمایشات در حضرت هم گوش کنید. پیروزی مشخص است. اعتصابات و اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی را در نقاط مختلف کشور به هم پیوند بزنید. در واحدهای کار و محلات
حلقه های کوچک اعتراض را شکل دهیم و نافرمانی مدنی را در هر شکلش تبلیغ کنیم. از خانواده های اعتصاب کنندگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی پشتیبانی کنیم. رهبران میانی و میدانی به ویژه آنهایی را که امروز پشت میله های زندان هستند تنها نگذاریم. در خارج از کشور در رساندن صدای مردم داخل و در صورت امکان با پشتیبانی مالی از آنهایی که نیازمندند به وظیفه میهنی خود عمل کنیم. در شکل دادن به این شبکه بزرگ اعتراض آخرین مهره‌ای که باید دست بخوره و اگر اون مهره از بین بره بازی رو باختین، مهره چیه؟ شاه دیگه. شاه که نقش پیاده رو که بازی نمیکنه، نقش رخ و نقش نمیدونم وزیر رو که بازی نمیکنه. اگه میگی نه ما یک تصمیم گیر میخوام که مسئول باشه، پس برید دنبال جمهوری. پادشاهی جواب شما نیست. اگه نظام پادشاهی میخوان، بسیار خوب، به شرطی که مقام پادشاه کوچکترین وظیفه اجرایی نداشته باشه، چون اگه داشته باشه آسیب پذیر میشه و اگه اونه که کل این ستون رو نگه میداره، نمیخواین اون مهره رو آسیب پذیر بکنید. با عقل جور در نمیاد. آخرین مهره‌ای که باید دست بخوره و اگر اون مهره از بین بره بازی رو باختین، مهره چیه؟ شاه دیگه. شاه که نقش پیاده رو که بازی نمیکنه، نقش رخ و نقش نمیدونم وزیر رو که بازی نمیکنه. اگه میگی نه ما یک تصمیم گیر میخوام که مسئول باشه، پس برید دنبال جمهوری. پادشاهی جواب شما نیست. اگه نظام پادشاهی میخوان، بسیار خوب، به شرطی که مقام پادشاه کوچکترین وظیفه اجرایی نداشته باشه، چون اگه داشته باشه آسیب پذیر میشه و اگه اونه که کل این ستون رو نگه میداره، نمیخواین اون مهره رو آسیب پذیر بکنید. با عقل جور در نمیاد. سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. شنید آقا جون؟ مقام پادشاه رو کاری بهش نداشته باشید. آقا من سمون ساده براتون بگم دیگه. کاری به کار مقام پادشاه ایشون میدانن معنای پادشاه یعنی چی. همین الان بهتون نشون دادم. در سن 6 سالگی قدم زدن رو دیدید؟ یه بچه 6 ساله از اون پله بخواد بره بالا 3 دفعه با مغز میخوره زمین. دیدید چقدر قشنگ رفت؟ دیدید چجوری برگشت؟ با چه نظم و انضباطی اومد؟ بعد میدونست که باید 2 قدم بیاد عقب. این آقا میدانن در چه جایگاهی قرار گرفتن. بعد یارو 4 دفعه اومده جلو دوربین یاهو ورش داشته میگه من رهبرم 50,000 نفر الان منتظر یه توک اشاره منن که بریزن تو خیابون. خب بگیم بیاد بریزن تو خیابون ببینیم. کجاست؟ بچه ما نمیبینیم. ایشون میدونن مقام پادشاه یعنی چی. ایشان میدانن که کشور ایران در 1357 2537 شاهنشاهی در اثر یک کودتایی که از خارج هدایت میشو توسط ارتشیای داخل، نه ارتش شاهنشاهی یا آخوندا، ارتش امپریالیست در داخل به لباس آخوندی مملکت رو زیر و رو کردن. حکومت پادشاهی آسیب دید. مثل یه جا بمب ترکیده، یه نفر مثلا دستش قطع شده ولی یارو نمرده، فقط دستش قطع شده. آسیب دیده. ایشان در زمانی که در ایران بودن شک و تردیدی نکنید که پدر حد اقلا رو به ایشون یاد داده. آقا جان اگه منو کشتن، اگه من ترور شدم، اگه کاخ بمبارون شد، حالا تو خونه نبودی، آمریکا بودی، چه بدونم مثلا نوشهر بودی، رامسر بودی، این ور بودی، وظیفه تو اینه. اینجوری هم نیستش که مثلا شما که فقط شاهنشاه با ایشون رفته ماهیگیری بکنن، مثلا رفته جزیره کیش با ایشون شنا بکنی. نه، حرفا زده شده. ایشون میدونن مملکت به هم ریخته. ما احتیاج به در این شرایط بعد اون قانون اساسی که فعلا تو دستمون هست، ما تنها قانونی که داریم همونه دیگه. از کجا بریم قانون بیاریم؟ قانون حمورابی رو بریم برداریم بیاریم، یا قانون اساسی آمریکا رو بیاریم، یا بریم چی قانون انقلاب کفگیر فرانسه رو بیاریم؟ قانون آمریکا خودمون باید داشته باشیم دیگه. ایشان میدانن که در این شرایط وقتی برگردن ایران مملکت هرج و مرج میشه، بزن میشه، چجوری باید کنترل بشه.
ما از پاسدارا باید استفاده کنیم، از نیروهای انتظامی باید استفاده کنیم، اینا رو برگردونیم به حالت عادی، دیگه قانون فروش و مواد فروش و ناموس فروش نباشن، به کشورشون خدمت بکنن. ایران احتیاج به پزشک داره، ایران احتیاج به جاده سازی داره. چه خیلی داستان داریم، خیلی داستان ها هست، اینا رو ایشون میدونن. ولی قبل از اینکه تمام این اتفاقات بیفته تو باید این آقا رو برداری بری ایران، ما باید ازش حمایت بکنیم. آقا این وظیفه طرفدارانشه که به ایشون احترام بزنن. من که طرفدار ایشونم دارم به ایشون میگم عمو رضا، دایی رضا، آقا پهلوی، آخرین ولیعهد، خب من چه توقعی از این آقا میتونم داشته باشم؟ منی که احترام به ایشون نمیذارم چه توقعی دارم ملت رو بکشیم بریم تو خیابون بگو جاوید شاه؟ میگه رضا احمدی تو خودت داری با بی‌ادبی داری صحبت میکنی راجع به بازشم، که بعد تو به من میگی من تو خیابون میگم جاوید شاه، شعار میذارم جاوید شاه. خب راست میگه، من باید احترام این آقا رو بذارم. این وظیفه ماست که احترام به ایشون بذاریم. این وظیفه ما هست که وارد بازی‌های اعلیحضرت نشیم. من اصلا ایشون با کی میره میشینه گفتگو میکنه؟ به من چه مربوطه ایشون تو کنسرتی که میره؟ به من چه مربوطه ایشون با کی میره میشینه مصاحبه میکنه؟ من فضولم. من یه وظیفه دارم، وارث تاج و تخت رو بذارم رو تخم چشمم ببرمش ایران. ما میهن پرستان وظیفه داریم فرزند خدایگان آریامهر بزرگو نذاریم یه تیغ یه خار به پاش بره، صحیح و سالم برداریم ببریم بذاریم تو اون خونه‌ای که خاک گرفته، که با دست مبارک اولیاء شعبانو فرح پهلوی اون چراغ اون کاخ روشن بشه که چراغ خانه مملکت روشن بشه. بعدش دیگه اعلیحضرت هر تصمیم میگیرن بگیرن. تموم شد. ما سربازیم، سرباز وظیفش مشخصه. اینا رو بهتون میگم که اینقدر نرید اسیر دنیای مجازی بشید. اونجا میرید بزن بله، حرف زدن بزنید تو دهنشون، ولی نذارید اونا شماها رو سر کار بذارن، نذارید اونا با شما بازی کنن. یاد بگیرید بچه‌ها، سیاسی بشین. شما باید با اونا بازی کنید، نه اونا با شما. شما توپ و قل بدین زیر پای اونا، نذارید اونا توپ و قل بدن زیر پای شما. یه مرتبه میاد یه چیزی پخش میکنن، آقا یارو اومده اینو گفته به من چه مربوطه؟ من باید بیام تو خیابون آخوند و پاسدار و بسیجی و تمام این بی‌ناموسایی که میخوان جلوی من وایسن همشون میکنم تو جای جمع کردم. این تنها کار منه. چجوری این کارو میکنم دیگه خود دانم. همون شو واسه امشب فرمودن بله. اسامی رو بگیم از جناب مهندس. اگر وقت هست خواهش کنم که کلیپ پایانی رو هم پخش کنیم. اینا باید پخش بشه تا 25 شهریور. فراخوانه رو هم بفرستین تو کانال تلگرام. آقا ایوب عزیز $54 سپاس از شما. بانو سوسن هم از بانو سوسن ایران دوست از مریلند $25 سپاس از سوسن ایران دوست. آقا هوشنگ هم $50 ماهیانه، خیلی ازت سپاسگزارم. بانو شوری $20 خیلی هم از شما ممنونم. بانو پروانه عزیز آلمان $50 ماهیانه، دست گل درد نکنه. سرکار بانو محبوبه پادگانم $30 دست گل درد نکنه. بازم تسلیت میگم. در گذشته جناب دکتر حسن رهنوردی ورزشکار، سیاستمدار، مبارز، مرد شریف و بی‌بدیل، روانشون شاد و یادشون گرامی. به خانوادهشون، به وابستگانشون، به عزیزانشون، به هوادارانشون، به جامعه ورزشی ایران، به همه میهن پرستان، به ایران آریایی تسلیت میگم. شاد و پیروز باشید. تا آدینه که در خدمتتون خواهیم بود. با یک جهان سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی. پاینده باد ایران. جاوید شاه. چی رو یادمون نره؟ زنده و جاوید با سلسله پهلوی. پهلوی کجایی به داد ما بیایی. رضا شاه روحت شاه، شاهنشاه روحت شاه. پاینده باد ایران. جاوید شاه.
دزدا کردیم. ایران که جا نداره حساب کتاب نداره. 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 جاوید شاه!